What's up guys، سلام، حالتون چطوره؟ اسم من دانیال دیکشاتمانی با یک ویدیوی جدید. اول همه چیز یه دونه ما مهمون داریم. مهمونمون هست فوت کنید. گفت چطوری بچه ها؟ من پرهام هستم و به یه ویدیوی جدید از چنل دانیال خوش اومدیم. به ویدیو امروز قراره جوکای بی‌مزه با هم تعریف کنم و از اونجایی که دانیال و من خیلی سوسپانسوریم و سریع میخندیم، هر کی که برد به بازنده یه مجازات میده. برو بریم. بعد ما با این آقای پرهام خیلی 2 ویدیو دیگه داریم. شاید احتمالاً یکیش تو ویدیو دانیال باشه، یکیش تو کانال من. یکیش سعی کن نخندیه، یکیش هم مینی چته. این هم ویدیو سوممون هست. چنل پرهام هم این زیر میذارم ولی کسی اصلا دنبالش نمیکنه. شما حتما به این دنبالش. هنوز نزدم. دور من نورانیه، داداش ما نورانی. بچه من هنوز نزدم کانالم و بعد از انتشار این ویدیو کانال من ساخته میشه و اولین ویدیوش آپلود میشه. اولین ویدیوش هم 2 تامونی پسرمون. برو بریم. هولی گو. خب بچه اول من میگم، میدونی اگه 2 لباس چروک دعواشون چی میشه؟ چی میشه؟ پلیس میاد چروکی میکشه. نباید بخندی. نه این کارو نمیتونه ویدیوی جابر سنگینم بیاین ببینین حتما. یه روز یه مرده دستش میکنه تو بتونه بهش بگی نتون. تو چه خودت میتونی بخندی یا توی نوبت خود میتونی بخندی. برو بریم. نوبت منه. بایسا نوبت خودم بود. نه الان نوبت اینم. دوست دخترم ناراحت شده، میگه چرا هرچی بهت میگم نمیخندی؟ مگه اون خودش نبود میگفت من دنبال یه رابطه جدی ام؟ برو تو خنده نبود، آخر خندم. چی بگم این بخنده؟ یه روز یه کچله میره توی سلمونی. آقا یوتیوبه. نمیکنم. یه روز یه مرمه تو سلمونی بهش میگن چرا تو که مو نداری، واسه چی مو تو سلمونی؟ یارو میگه اومدم آب بخورم. خنده نبود. نوبت من. بایسته بچه این یه شعره که من میخوام بخونم. میپرسی چرا سیاه پوشیدم؟ چون که من دارکم، شاید بیبی شاکم، بیبی شک درو بیبی شک درو مادر یکی چما. خب برو یا چی بگه تو بخندی آخه ملعون. یه روز میره به یکی یه روز یه پسره میره به مادرش میگه ماما میدونستی من تو رو خیلی دوست دارم؟ بعد گفت چرا؟ دیگه نمیدونم بقیه شد تو ذهنت خودت تصور سازیش کن باشه؟ حالا بذار یه چیزی بگم. نه نمیشه. بگو. یه روز یه مادره به بچهش میگه برو نارنگی بخر. میره پیش میوه فروشه، میگه آقا لالنگی میخوام. نالندی. خب اول بهش خیار چنبر میده، دوباره میره این چی آوردی، برو نارنگی بگی. دوباره میره همینو میگه، این دفعه بهش بادمجون میده. دوباره میره خونه بهش میگن پس بده، این دفعه بهش هویج میده. دیگه مادر عصبانی میشه، دست بچه‌شو میبره، میگه آقا چرا من هرچی به سر من میگه یه چیز درست بهش میدی؟ میگه آقا خودش کن من لالنگی میخوام. لالنگی. آها لنگی بزرگ. یه روز یه زنه مثلا چیز بوده دیگه، نمیتونست درست لکنت داشته، نمیتونست درست حرف بزنه. میگه من میره با خودش 2-3 بار تمرین میکنه جلوی در. بعد میگه من یه دونه سیب زمینی میخوام، اسمم مریمه به مثال. بعد میگه من یه مریم میخواستم، اسمم پیتزا. ولی من پیتزا نگفته بودم.
وایسا فکر کن آقا بریم ادامه ویدیو تا این فکرشو کنم. یادش اومد مدرسه‌مون چمن مصنوعی زدن. بعد دوشنبه زمین ورزشمونه. 3 تا کلاس ما زمین چمن زدن مدرسه‌مونو. بعد ما دوشنبه ورزش داریم. این دوشنبه ما رو نبردن ورزش، گفتن که مربی ورزش رو نیومد. ما هم به خاطر اینکه چیز نکنیم مثلا انتقام بگیریم مثلا 36 نفر ریختیم تو زمین. بعد اون 36 نفر فقط 2 نفر زنده اومدن. من بین اون چند نفر بودم که قرار نبود زنده بیام بیرون. پس به اون 2 تا گزینه دیدم، یا اخراج یا میکردنمون. بعد خدا رو شکر منو منو کشت. بگو فهمیدم. منو کرد. آره. خندیدی نه نیشخندم نداریم. نیشخند دو هیچ بذار یکی دیگه هم میگم. 2-0. یه روز این چند دقیقه شد؟ 8 دقیقه میشه تمام میشه. یه روز به یه پسر میگن میخواین بکنم دعا یا نکنمت دعا. بعد پسره میگه بکنم دعا. حالا یه چیز بگم، من تمام نشدم واسه من. بعد یه عده مثل گاو میریزن توی یه دونه زمین، توی همون زمین اون پسر است. خب بعد میان پسرها رو میکنن دعا. بعد پسر همینو میگیره میکنه دهنشون. خندید نه نیشخندت هست. نداشت اصلا. من صدا نیومد. نیشخندت باید صدا میومد، صدا نیومد. بعد همینو گرفتن از اینجا کردن دعا. ویدیومون داره به چخ میاد. به نظر من این جوک آخره که من بگم. آقا بگو. من ویدیو رو نمیذارم. میدونی نه باید بذاری. بگو دیگه بگو ببینم چرت این آخره. آقا چرت و پرت ویدیوی چرت و پرت است. نه این آره. شوک اومده گفته دانیال شد. همینطوری داریم میگیم میخندیم دیگه. چرت و پرت میگیم. آره. نه وایسا ببین این جوک من چند بخشه. خب اگه یه فیل به رو درخت میشه چی میشه؟ یه فیل رو زمین کم میشه. حالا اگه 3 تا فیل برن رو درخت چی میشه؟ 3 تا فیل از زمین کم میشه. نه 3 تا فیل به فیلای رو درخت اضافه میشه. حالا شیر یه مهمونی میگیره. اگه گفتی کدوم حیونا رو دعوت نمیکنه 4 تا حیوان رو دعوت نمیکنه. 4 فیلای رو درختن. اشتباه گفتی. کرکسا رو دعوت. هر کس از سلام. بچه‌ها ببین از اونجایی که میدونید من 2-1 بردم. حالا اون نیشخندی هم که من زدم ولی خنده نبود. حساب میکنیم 2-1 من بردم. جریمه تو اینه 50,000 تومان میگیری تو دسته، میری به اولین نفر نیازمندی که دیدی کمک. ویدیوهای اون به این ویدیو نمیچسته. بیاین بله. که ویدیوهای کوتاه شورت ویدیو ببینید. و اگر سخنی داری برای مهمان بگین، بنویسین تو کامنت ها. لایک ساب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من ویدیو گذاشتم شما اولین نفری باشین که خدا حافظ. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره و خدا نگهدارتون.